سلام تماشاچیان شبکه اگروتک تیجی، با شما من یوسف عزیزوف. من میخوام نوار این روزا رو درباره هواپیماهای بی‌سرنشین بیسپیلوتنیکو بخشم. سبب اساسی به این موضوع رو آوردن من دو سبب دارد. اولا من وقتی که درباره دستاوردهای علمی تاجیک در ساحه هویتی پیشرفته یعنی هواپیماهای بی‌سرنشین خبر یافتم بسیار خرسند شدم. دیون سببی که مرا وادار ساخت به این مسئله رو آورم این کامنتاریا و فکر تماشابینان بود. بعضی از آنها چنان گپ‌های نویساندند که شخص حیران می‌شود که خود حتی یک رگت کم ساخته نمی‌توانند، ولی چشمی تنگبین دارند که حتی باوری کس نمی‌آید که همین را تاجیک نویسانیده باشد. من نمی‌خواهم که سخنان آنها را در این موضوع باز تکرار کنم، ولی همین را گفتنیم که ساحه هویتی بی‌سرنشین بسیار ساحه جدی و لازمه به حساب می رود و عمل عالمان تاجیک سری وقتی می باشد. ما را می باید که هرچند کمک مالی رسانیده نتوانیم هم باید معنوی آنها را همه طرفه دستگیری نماییم. این است که در شهر دوشنبه اکادمی علم‌های جمهوری تاجیکستان در همکاری با اکادمی علم‌های جمهوری مردمی چین تحت عنوان مشاهده‌های فاصله‌ای و تکنولوژی استفاده‌بری هواپیماهای بی‌سرنشین کنفرانسی بین المللی و علمی و عملی برگزار نمود که در آن هواپیماهای بی‌سرنشین مرکز مشترک علمی تحقیقاتی تاجیکستان و چین عاید به استفاده بری هواپیماهای بی‌سرنشین تجربه گردیدند. چنین همایش علمی با جلب وسیع عالمان، کارشناسان و متخصصان در آسیای مرکزی بار اول دایر کرده شد. اگر شما تا حال به کانال اگروتک تیجی آبونه نشده باشید حتما آبونه شوید و لایک ماندن را فراموش نکنید. در کار کنفرانس زیاده از 80 نفر عالمان و متخصصان مؤسسه‌های علمی و شرکت‌های دولت‌های آسیای مرکزی، چین و وزارات و اداره‌های داخلدار جمهوری تاجیکستان شرکت ورزیدند. در جریان اون 12 معروضه علمی بخشیده به مسائل مبرم مشاهده‌های فاصله‌ای و استفاده بری هواپیماهای بی‌سرنشین مورد محاکمه قرار گرفتند. قابل ذکر است که ماه سپتامبر سال 2018 با دستگیری اکادمی علم‌های چین در ساختار اکادمی علم‌های جمهوری تاجیکستان مرکز مشترک علمی تحقیقاتی تاجیکستان و چین عاید به استفاده بری هواپیماهای بی‌سرنشین تشکیل کرده شد. تشکیل مرکز مذکور امکان داد که با استفاده از دستگاه‌های پرواز کننده بی‌سرنشین در ساحه‌های گوناگون علم معلومات‌های ارزشمند گرد آورده شوند و در فعالیت هم‌روزه انسان مورد تطبیق قرار گیرند. با نقل عالم تاجیک حکمت مومینوف فرق این هواپیماهای بی‌سرنشین از هواپیماهای بی‌سرنشین دیگر کشورها از جمله روسیه در آن است که آنها تا بلندی 7000 متر پرواز می‌کنند. چون که مملکت ما کوهسار است و آنها باید پر اقتدار باشند. با واسطه چنین هواپیماهای بی‌سرنشین نخستین کارهایی که سال 2017 انجام داده شدند این به نوارگیری و ساختن آلبوم کلی سرریز می باشد که در این سمت نتیجه خوب به دست آمد. با واسطه آنها حالت کلی سرریز معین گردید که در مقایسه با استفاده از تکنیک مقرری خیلی ارزان بود و عکس‌ها هم خیلی با صفت به دست آورده شدند. علاوه نمود این زمان در مرکز مشترک علمی تحقیقاتی تاجیکستان و چین عاید به استفاده بری هواپیماهای بی‌سرنشین 12 هواپیمای گوناگون حجم موجود است که آنها از 40 دقیقه تا 8 ساعت می‌توانند در فضا پرواز کنند. از این شماره 6 تاش الکی صاحب لیسانس میباشد. تکنیک هواپیماهای بی‌سرنشین در تاجیکستان جمع‌آوری می‌شوند. بنابراین استحصال نشدن بعضی از قسم‌های احتیاطی در مملکت آنها از دیگر مملکت‌ها آورده می‌شوند. طوری امید خاور اطلاع می‌دهد 24 می همایشی بین المللی علمی عملی در ایرودروم ناحیه عبدالرحمن جامی با نمایش پرواز هواپیماهای بی‌سرنشین ادامه یافت. به حاضرین پرواز دو نمود هواپیماهای بی‌سرنشین که یکی با قوه برق اکومولاتور و دیگری با سوزشواری کار میکرد نمایش داده شد. هواپیماهای گوناگون حجم 1x1 و 3x4 نزدیکی 2 ساعت در بلندی 600 متر پرواز انجام دادند. طوری در صحبت پرزیدنت اکادمی علم‌های جمهوری تاجیکستان اکادمیک فرخاد رحیمی ابراز نمود استفاده هواپیماهای بی‌سرنشین با مقصد علمی و تحقیقاتی میان دولت‌های آسیای مرکزی تنها در تاجیکستان راه اندازی می‌گردد. در کنفرانس بین‌المللی نیز تاکید شد که از تجربه عالمان تاجیک می‌توانند دیگر
دولت‌های آسیای مرکزی استفاده نمایند. ذکر گردید که هواپیماهای بی‌سرنشین را متخصصان وطنی که در مؤسسه‌های عالی آویاسیونی روسیه و تاجیکستان تحصیل نموده کورس‌های آموزشی را در جمهوری مردمی چین ختم کردند مستقلانه اداره می‌کنند. قسم‌های زیادی احتیاطی دستگاه‌های پروازکننده بی‌سرنشین در انستیتوت فیزیکایی اکادمی علوم‌های تاجیکستان استحصال و کارکرد می‌شوند. با گفته نایب پرزیدنت اکادمی علوم‌ها عبدالستار سعیدов نرخ هواپیماهایی که عین حال در پارک تکنولوژی اکادمی علوم‌های تاجیکستان موجودند تخمیناً 20-25 هزار دلار را تشکیل می‌دهند. عبدالستار سعیدov ابراز نمود که در شرایط تاجیکستان خفی به عمل آمدن آفت‌های طبیعی زیاد به مشاهده می‌رسد. استفاده این هواپیماهای خرد امکانیت می‌دهد که خسارات زیاد اقتصادی و عاقبت فلاکت‌بار زمین جنبی در وقت کوتاه معین کرده شود. اینچنین به واسطه آنها مانیتورینگ اکوسیستم طبیعی و تاثیر انسان با اکوسیستم حشرات‌هایی که به خواجگی مملکت ضرر می‌رسانند عکس برداری و حدود پنجشوی آنها معین کرده می‌شود. 3% تاجیکستان را جنگل تشکیل می‌دهد و آن برای ارزیابی نمودن حالت جنگلزارها نیز خیلی قولی است. اینچنین فرآمدن این ترمه‌ها همه‌ساله به اقتصادیات کشور صدها میلیون سومانی ضرر مادی و سبب هلاکت آدمان می‌گردد. استفاده هواپیماهای بی‌سرنشین می‌تواند که سری وقت جایهای خمیده این ترمه را معین نماید و ضرر مالی و جانی را پیشگیری نماید. مشکلات دیگری سرخراجات برای کشور این آموزش پریخ‌های کشور به حساب می‌رود که همه‌ساله مبلغ کلان برای آن خراجات می‌شود. استفاده این هواپیماها می‌تواند کار عالمان این ساحه را چندین مراتب سبک کرده معلومات‌ها 100% دقیق و با صفت بلند دسترس کردند. جمهوری مردمی چین در استفاده اصول‌ها و تکنولوژی تطبیق هواپیماهای بی‌سرنشین در کارهای علمی و عملی در جهان تجربه کلان دارند و استفاده تجربه آنها برای گزارندن کارهای علمی به منفعت خواهد بود. باید ذکر نمود که استفاده هواپیماهای بی‌سرنشین با مقصدهای علمی و عملی در تاجیکستان از یک طرف به امنیت آذوقه‌آوری مساعدت کند، از جهت دیگر به گذاشتن مملکت اگراری به اگراری اندستریالی صورت می‌بخشد. در اقتصادیات کشور این هواپیماها را می‌توان در هزارها کار دیگر استفاده برد. ولی یک مسئله دیگر جدی و خطرناک این استفاده این هواپیماها در ساحه حربی به حساب می‌رود. چنانکه که معلوم است خیلی سالها باز کشورهای مترقی به مانند امریکا، روسیه، خیتای در این ساحه پیشروی‌ها دارند، ولی استفاده این هواپیماهای بی‌سرنشین با عباره دیگر درون‌ها در جنگ سوریه نشان دادند که آنها به چه قادرند و چه خف دارند. چه خیلی که از شتاب قواهای مسلحه روسیه خبر دادند در این جنگ هواپیماهای بی‌سرنشین روسیه دائم در فضای این کشور پرواز کرده در وقت جنگ زیاده از 15,000 سپارش‌های حربی را اجرا کرده در هوای سوریه زیاده از 100,000 ساعت پرواز کردند. اینچنین با یاری این هواپیماهای بی‌سرنشین موج علاقه جنگیان خاموش کرده میشد. در تاجیکستان باشد روسیه در بعضی دیویژه دست یکم بتالون هواپیماهای بی‌سرنشین را تشکیل داده است که برای گزاراندن کارهای رزدکاوی در سرحد و حدود افغانستان استفاده می‌شوند. در نظر است که بتالون با هواپیماهای نوی آرلانده، لیرسه، الیرون، گرانات و تخیون که در سوریه استفاده شدند مجهز گردد. این هواپیماها در بلندی تا 5000 متر پرواز انجام داده می‌توانند و چنانکه که برمی‌آید استفاده بی‌نظارت درون‌ها به هوای همه کشورها خطر ایجاد می‌کند. از این رو در تاجیکستان از ماه سپتامبر 2016 استفاده درون‌ها تنها با اجازت اداره‌های داخلدار به عمل برآورده می‌شود. در کشور همسایه ازبکستان باشد برای بی اجازت استفاده درون‌ها حبس و مهلت تا 10 سال معین شده است. در روسیه باشد درون‌ها از 250 گرم تا 30 کیلوگرم و زیاده حتما باید از قید دولتی گذرند. در آخر همین را خلاصه باید کرد که استحصال و استفاده هواپیماهای بی‌سرنشین چه در حیاتی آسایشته و چه در حربی ضرور بوده. حکومت کشور را نیز باید این ساحه ضروری را دستگیری جدی نماید. ما باشیم در نوبت خود و عالمان تاجیک در این ساحه بردباری‌ها آرزو نموده خواهان آنیم که آنها در این کار دشوار و پرمسئولیت خود خسته نگردند. در آخر به کانال اگراتک تیجی آبونه شدن و لایک ماندن را فراموش نکنید.
با ما باشید.